راسته که میگن خانم آهن پرستن؟ اصلا تشریف میاری. سلام، وقتتون رو گرفتم. خوبی؟ یه سوال میخوام ازتون بپرسم. اگه صادقانه بگی یه هدیه خوشمزه من تقدیمت میکنم. راسته که میگن خانم آهن پرستن؟ فکر نمی‌کنم اینطور باشه. یعنی الان یه پسری که وضع مالی خوبی نداره، الان زندگی سخت شده. از یه خانمی خوشش بیاد، اون خانم مثلا یه ماشین خوبی داره، یه زندگی خوبی داره، بهش پیشنهاد بده، اون خانم باش یه جوری رفتار نمیکنه، سرش نمیزنه. زندگی کردن با هر شخصی بیشتر مربوط به شخصیت، انسانیت و رفتار آدم هست، نه وضعیت مالیشون. به نظر من ملاک چیزای دیگه یه انسانیت. چیزایی که ما توی اینستاگرام میبینیم چیه؟ آدم متفاوتن. آدم درست انتخاب کن، راه درست رو برو. نمیدونم واقعا اینجوری باشه. هدیه من به شما داره. داشتم فیلم میگرفتم، فرهنگ سازی این کارو میکنم، مجازی میبینن، صرفا همش راست نیست، همه یه جور فکر نمیکنن. دقیقاً همینطوره. بستگی داره که درونت چطور باشه. همونطور که هستی آدم ها همونطور سر راهت قرار میشه. خیلی نداری من این ویدیو رو پخشش در کنم. مشکلی نداره. خودت باش.